تصور کن لحظه‌ای رو که در شرایط سخت و دشواری قرار داری. وقتی همه چیز علیه توست و همه میگن امکان نداره. اما تو میدونی که چطور میتونی از همین لحظه بهترین نسخه از خودتو بسازی. این فقط به انگیزه و اراده مربوط نیست. این یه مهارته. یک استراتژی که هر کسی میتونه یاد بگیره و به کار ببره. امروز میخوایم بررسی کنیم چطور میتونی با استفاده از هر چالشی که پیش میاد، از هر شکست و ناکامی به بزرگترین موفقیت‌ها دست پیدا کنی. آماده ای که دنیای جدید رو کشف کنی؟ پس با من همراه شو. زندگی پر از چالش‌ها و لحظات سخته. هممون اینو تجربه کردیم. خود من هم در رسیدن به اهدافم با مشکلات زیادی روبرو شدم. ولی وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم که همون چالش‌ها بودن که منو ساختن. چرا؟ چون هر بار که با مشکلی روبرو شدم مجبور شدم رشد کنم. اینجاست که میفهمم موفقیت نه در فرار از مشکلات، بلکه در نحوه برخورد با اونهاست. اما چطور میتونیم از هر لحظه برای پیشرفت استفاده کنیم؟ حقیقت اینه که مشکلات به خودی خود تهدید نیستن. چیزی که تهدیدآمیزه نگرش ما به مشکلاته. اگر بتونیم تغییر کنیم و با دیدی مثبت به چالش ها نگاه کنیم، میتونیم بهترین نسخه از خودمون رو بسازیم. اکثر ما در برابر مشکلات احساس ناامیدی میکنیم. فکر میکنیم شکست یعنی پایان کار. یعنی نمیتونیم دوباره شروع کنیم. ولی حقیقت اینه که این دیدگاه غلطه. اگه با مشکلات مثل یک دشمن برخورد کنیم، هیچ وقت از اونا یاد نمیگیریم. بلکه باید به مشکلات به چشم یک معلم نگاه کنیم. یکی از بزرگترین موانع موفقیت ترس از شکسته. حالا چطور میتونیم این ترس رو شکست بدیم و از اون به عنوان یک نقطه شروع برای رشد استفاده کنیم؟ گام اول، پذیرش شکست به عنوان یک درسه. شکست هیچ وقت پایان نیست، بلکه یک مرحله است برای شروع دوباره. هیچ کس بدون شکست نمیتونه موفق بشه. اما باید یاد بگیریم که شکست رو بپذیریم و ازش درس بگیریم. گام دوم، بازسازی و تفکر مجدده. بعد از هر شکست نیاز به بازسازی داریم. این زمانیه که میتونیم از نو شروع کنیم، اهداف جدید تعیین کنیم و روش‌های جدیدی رو برای رسیدن به موفقیت پیدا کنیم. استراحت، تفکر و ارزیابی مجدد به ما کمک میکنه که راه‌های بهتری رو پیدا کنیم. گام سوم، حرکت به جلو. ممکنه شرایط هیچ وقت ایدئال نباشه، اما هیچ وقت نباید منتظر زمان مناسب بمونیم. باید قدم‌های کوچک اما مستمر برداریم. هیچ وقت نباید از حرکت بایستیم. آغاز حرکت اون لحظه‌ای که تو به خودت قول میدی دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلو تو رو بگیره. شاید الان یه لحظه شک داری. شاید هنوز با خودت میگی که نمیدونی از کجا شروع کنی. اما همین الان تصمیم بگیر که برای ساختن بهترین نسخه از خودت هیچ چیزی تو رو متوقف نخواهد کرد. از همین الان شروع کن. شاید به نظر سخت بیاد، اما هیچ چیزی در این مسیر بی دلیل نیست. هر قدمی که برمی‌داری تو رو به کسی که باید باشی نزدیکتر میکنه. از همین الان شروع کن. شاید به نظر سخت بیاد، اما هیچ چیزی در این مسیر بی دلیل نیست. هر قدمی که برمی‌داری تو رو به کسی که باید باشی نزدیکتر میکنه. مهم نیست چقدر کوچیک باشه. همین قدم‌ها تغییرات بزرگی در زندگی به وجود میاره. یاد بگیر که شکست‌ها رو به عنوان فرصتی ببینی. وقتی با شکست روبرو میشی، این یعنی فرصت داری که قوی‌تر از قبل بشی. این همون لحظه‌ایه که باید در اون زندگی کنی. یادت باشه تو همیشه قدرت تغییر داری. هیچ وقت برای شروع دیر نیست. حتی اگه الان در شرایط سختی قرار داری، این فقط یک مرحله است. تو میتونی بهترین نسخه خودتو بسازی.
به خودت ایمان داشته باش و باور کن هیچ چیزی نمیتونه جلو تو رو بگیره. هر چالشی که توی راه میاد فرصتی برای رشد و پیشرفته. این سفر تو شروع میشه همین امروز، همین الان. از این لحظه استفاده کن و قدم‌های کوچیکی بردار که تو رو به بزرگترین موفقیت‌ها برسونه. آخرین باری که خودتو به چالش کشیدی کی بود؟ چه گامی برداشتی که زندگی تو تغییر داد؟ امروز چی رو میخوای تغییر بدی و چطور میخوای بهترین نسخه از خودتو بسازی؟ نظراتتو برام بنویس و بذار که با هم رشد کنیم.